اومدم جشنواره انار پارک آب و آتش تهران، گذرگاه گردشگری آب و آتش. خدای رادیوشو ببین، خیلی خوی لبو انار رو ببینه، خیلی خوشمزه. خب اینجا آش رشته داره، آشکده تهران. اینم یه انار بچه اذیتش میکنم بنده خودم. خبریت از دور مدونم. از متروی حقانی اومدیم بیرون، داریم میریم سمت پارک آب و آتش برای جشنواره انار. دوستای خوبم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من اومدم جشنواره انار پارک آب و آتش تهران، دارم میرم به سمت پارک، بریم با هم ببینیم چه خبره. ورودی پل طبیعته. خیلی شلوغه امروز، جمعه هم هست، جشنواره هم هست. خب این پل طبیعت از دور مشخصه. اینجا هم به سمت ورودی گذرگاه آب و آتش، به سمت جشنواره انار. خب بریم سمت گذرگاه آب و آتش، جشنواره انار، ببینیم چه خبره. گذرگاه گردشگری آب و آتش. اینجا هم انواع صنایع دستیه. اینجا ظروف مسی و چاقو داره. چیزاشون خوشگله. اینجا فقط پر از ترشیجاته. خیلی خوبه اینجا. بچه اینجا خیلی حال خوبی داره.
پر از نوستالژیه. عکس بگیریم. خدای رادیوهاشو ببین. خیلی اینجا. خب اینجا آش رشته داره. آشکده تهرون. نان داغ و آشات. اینجا کلن گذرگاه شکمگردیه به نظرم تا جشنواره انار. حالا هنوز به قسمت اصلیش نرسیدیم، فعلا بخش خوراکی هاست. و اینجا خیلی قشنگه، پر از حس و حال زندگیه، همش خوراکی و چیزای مربوط به شکم. اینجا برای اونایی که سیب زمینی خیلی دوست دارن. دونات و پیراشکی و از این چیزا. اینجا دیگه رسیدیم به بخش انارا. اینا هم انار هم. باشه انار نخوردم. اینم از آش رشته مشتی، خیلی خوشگله. اینم یه انار عروسکی. چه داری میبینه ها کلش اونجا. اینجا عرقیجات میگیرن. اینم دستگاهشونه. ما هم یه تست خوردیم ازش. عرق نعنای خیلی خوبی بود. اینم که بچه ها رو میترسونه. بچه ها اذیتش میکنن بنده خدا. خدای من این چرخهای کوچیک، چرخهای لبو، انار و ادینه خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. چرخهای لبو. اومدیم کلانه بخوریم. نون محلی کردستانه. تو صفیم هنوز. خب اینم طریقه درست کردن کلانه. اینجا خمیر درست میکنم، سبزی میذارم و بعد میارم میذارم روی این تنوری که اینجاست.
چیه میمالی؟ کرز؟ کره میمالن و بهمون تحویل میدن. اینم کلانه ما. بچه ببینید اینجا بلا کباب میکنن، یه دستگاه مخصوص این شکلی کشو میکشن بیرون، آب میریزن روش با بخار میپزن. خیلی جالبه. دستکش هم به این شکله. پشت این دستگاه هم آتیش روشن کردن به صورت کباب روی آتیش تحویل میدم و اونجا هم که بلالا رو تحویل، الان این بلالا پخته میذارم اینجا تحویل مشتری میدم. این الان دیگه آماده است. به به.